صلاة و رحمت و برکت خود سرو بن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث که خودت بیجتن خیرترین انسانا او کسا اوی کو اخلاق و باش بیتن و جوان بیتن. پیاما اوی حدیث او کو ام انسان تبید خدان اخلاق باش بین، چونکه اخلاق خملا انسان باشه. هاری کاری کرن اخلاق که جوانه، وقت کارسات و نخوشی یک سرمداتت گلک انسانت ما دست هاری کاری دریجت کن، اما گلک انسانت مجیه تی اوی کارسات دا یلبر در فتاخو راوستی. بو نمونه خدانت آواهیا دیکرل سر اوان انسانا گران کن، یان خدانت دکانا دی تشتل سر انسان گران کن کو نشین اوان تشتا بکرن، یان اوی کارسات و اوی نخوشی دا خدان خانی مالا لی خرابوی جیران یان انسانک دیه یه پی کادی چاوا دزیا اوی مالکت او همو عیبیت مع انسان. بیر نکین روژه 5 وقتا نویش سرما فرزه، اما هندی اخلاق روژه 24 ساعتا سرما فرزه.